فسب روسیه روز 22 آگوست سال 2022 با نشر یک ویدیو از بازداشت زاده یکی از کشورهای آسیا میانه با اتهام عضویت در سازمان تروریستی دولت اسلامی یا داعش و از پیشگیری حمله مرگطلبانه در هندوستان خبر داد. مرکز رابطه ها با جامعه فسب گفت این نفر میخواست خود را در دهلی نو ترک کند. با این را یکی از نمایندگان دایره های حاکم هندوستان را از بین برد. در ویدیو نشر شده دستگیر شده خود را قدموف مشرب خان سال تولدش 1992 معرفی میکند. او اعتراف میکند که ماه اپریل سال 2020 با یک امیر داعش با نام یوسف تاجیکی بیعت سپرده. بعد این در ترکیه از تمرین‌های مخصوص گذشت. بعد این قدم و بر اساس اعتراف خودش به روسیه آمده و باید در اینجا سندهایش را درست میکرد و ویزا گرفته به هندوستان پرواز میکرد. طبق نقشه او میبایست یکی از سیاستمداران هند را که به گفته امیر داعش نسبت به پیامبر اسلام محمد حرفای تحقیرآمیز زده است توسط حمله تروریستی مرگ طلبانه میکشت. درباره یوسف تاجیکی یا التاجیکی که در این ویدیو امیر داعش نام برده می شود و گویا او مشرب خان قدموف را برای انجام حمله مرگ طلبانه به صف داعش جلب کرده است تا هنوز یگان معلومات موثقی به دست نیامده است. مرکز رابطه ها با جامعه فسب گفت دستگیر شده از ماه اپریل تا ایون سال 2022 در ترکیه قرار داشته. آنجا از سوی یکی از امیران داعش باعث مرگ طلب جلب شد. مخشوی او بنا به اطلاع فسب از طریق مسنجر تلگرام به شکل فاصلوی و همچنین در ملاقات‌هایش با نمایندگان داعش در استانبول به صورت روبرو صورت گرفته است و بعد مخشوی قدموف را به روسیه فرستادند که از اینجا ویزا گرفته به هندوستان برود و آنجا حمله تروریستی انجام دهد. در سالهای آخر صدها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه با اتهامات مربوط به تروریسم و اکستریمیسم دستگیر و محکوم به زندان شدند. حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری در روسیه به دلیل بی‌حقوقی و وضع دقتبار کار و زندگیشان تومه آسان برای مبلغان عقیده‌های افراطی میشوند، ولی حامیان حقوق ادعاهای بازداشت صدها مهاجر را با اتهام تروریسم و تندگرایی نیز زیر سوال میبرند و میگویند موردهای فراوان ثبت شده است که مقامات امنیتی روسیه برای بلند نشان دادن نتیجه های مبارزه خود با تروریسم و تندگرایی مهاجران بی‌حقوق را با پرونده های بافته و ساخته دستگیر و به تروریسم عیبدار کردند.